خب بریم به سراغ نفر دوم. تشریف داشته باشید. این قبض شما. قبضا رو من نگه میدارم. آهنگ سرنا نداری؟ لوری نداری؟ باش دست بزنم بعد بریم تو قرعه کشی بعدی. آیا داشت اجازه دارم بگی اینجا خب جا داره از یه نوجوان خیلی دوست داشتنی که عکسش هم همه تبلیغات‌های ما دیدین، حالا کم و زیاد اکثرا که تو این شهر حالا بیلبورد دیدن، دوست داریم که ایشون هم تشویق بشه و تشریف بیاره بالای جای. کی بود اسمش؟ آقای امیرعباس کمره‌ای. آقای امیرعباس تشریف بیارید. چه تیپی هم زدن. کت و شلوار. سلام. سلام ای جوان ایرانی. بفرمایش میکنم. بفرمایید. میگن خیلی ایشون باهوشه ببینم چقدر. بفرمایید. خب اینجا بشه باشه. حالتون خوبه؟ بله. معرفی میفرمایید؟ بله. بفرمایید. سلام، اسم من امیرعباس کمره‌ای. من پیداش کن متن تو. سلفی میخواد بگیره. خود تو گوشی خودش متن. خب سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید و برای خودتون یه دست بزنید اول. حالا به خودتون انرژی دارید. میدونم که این استا فیلتر شده، میدونم، ولی اگر میتونید VPN خوب دارید حتما اشکرون امرای برتر رو دنبال کنید تا از اخبار ما با خبر بشید. خلاصه اگرم کسی توی قرعه کشی برد هیچی، ولی اگر کسی توی قرعه کشی باخت اشکال نداره، از اون قرعه کشی درس میگیره و تبدیل به یک چیزی میشه دیگه. به هر حال توی قرعه کشی بعدی برنده میشه. به هر حال برنده میشه دیگه. آره. مرسی. آقای فهمیدی چی بود؟ کمره‌ای. آقای کمره‌ای خیلی خوش‌تیپی دونستید. میخواد چیکار بشه در آینده؟ من 2 تا دارم، 2 تاشه. 2 تا زن؟ نه، 2 تا آرزو. 2 تا آرزو. یکیش که الان میخوام اتفاق بیفته، یکی از بهترین یوتیوبرهای جهان بشه. او مای گاد، به قیافش هم میخوره یوتیوبر بشه. دیگه چی؟ دومیش اینه که یکی از بهترین انیمیشن سازهای جهان بشه. آقای شما علی گودرزی هستید دیگه؟ بله. پدرش هم که اینجا تشریف دارن. حتما شرکت همراه برتر، اشکرون همراه برتر حمایت